اژدهای خوبی باش. نویسنده کرت سایرس. اوه دود و آتیش و نگاه. وقتی از آسمون داره این چیزای سیاه میریزه پایین، فکر کنم وقتشه که مثل خرگوش و با تند فرار کنیم. انزوی اژدها داره عطسه میکنه. مریض شدم. مامانش بهش گفت لطفاً جلوی دهن تو بگیر. اما انزو بدون اینکه گوش کنه یه عطسه بزرگ دیگه کرد و از تو دهنش یک عالمه دود و آتیش اومد بیرون. مردمم چیق میزدن و فرار میکردن. بدوین. اژدها داره عطسه میکنه و باز یه عطسه دیگه. وقتی که اون عطسه میکرد یه دود سیاهی از آسمون میپاشید پایین با یه صدای بزرگ. انقدر داغ بود که حتی ذرت‌ها بلال میشدن. اچو! یو! مردم همه فرار میکردن. میرفتن یه جای امن. تا اینکه جادوگر خوابالو با لباس چپلکی اومد و گفت من اومدم که نجاتتون بدم. منو خوبم کن. جادوگر گفت آبراکادابرا، تو یک عالمه استراحت و آب میخوای. اچو ببخش دست خودم نبود، مریضم. انزو که سرفه و عطسه میکرد و از دهنش آتیش میومد و هیچی آرومش نمیکرد و بهش جادوگر یه لیوان نوشیدنی مخصوص داد. اژدها تو شهر راه میرفت و بگفت من نوشیدنی نمیخوام و همه جا رو به آتیش میکشید. شوالیه ها سعی کردن با انزو بجنگن اما موفق نشدن. برای همین جادوگر یه جادوی جدید رو شروع کرد امتحان کردن. از سر کرد. اژدها آروم خوابید. بسی. و حالا نوبت استراحت. خیلی زود انزو خوابش برد و خود رو پف کرد. بعد از اینکه بلند شد دیگه تقریبا حالش خوب شده بود. میدونی تو هم مریضی باید همین کارا رو بکنی. آب بخوری و استراحت کنی. وای باورت نمیشه این بچه هم سرما خورده. اینم باید آب بخوره و بخوابه.